سلام. سلام. خیلی خوش اومدی. امروز میخوام یه آرایشی انجام بدم که همیشه نیم ساعت الی 45 دقیقه طولش میدم، ولی امروز باید توی 10 دقیقه انجامش بدم. با خودم یه مسابقه گذاشتم ببینم میتونم واقعا میشه که توی 10 دقیقه آرایشم انجام بدم یا نه. اونم معنی که همیشه تا 45 دقیقه طولش میدم تا کارمو انجام بدم. متاسفانه. بزن به این 10 دقیقه که گفتم موهام جزوش نیست، یعنی آماده شدن موهام خودش 10 ساعت زمان میبره. 10 دقیقه که گفتم فقط شامل میکاپ کردنم میشه، یعنی همونجوری که میبینین الان موهام خیلی گره داره، باید موهامو باز کنم. حداقل کم کم 1 ساعتی طول میکشه تا موهامو شونه کنم، گرهاشو باز کنم و میکاپ کردنم فقط توی 10 دقیقه قرار انجام بدم. امیدوارم که خیلی خوب بگذره. نمیدونم توی 10 دقیقه نمیدونم میتونم انجامش بدم یا نه، ولی میتونم. مثل همیشه باید فکر کنم از بالا ببندم، چون امروز هوا خیلی به شدت گرمه و من اصلا طاقت گرما ندارم. نمیدونم چی شده که خدا این موها رو بهم داده. توی این گرما نمیدونم باشون چی کار کنم واقعا. احتمال زیاد ببافمش و از بالا ببندمش. خب مثل همیشه از یه دونه آبرسان استفاده میکنم. چقدر استرس دارم. مثل همیشه از یه آبرسان استفاده میکنم. سریع انجامش میدم که طول نکشه کارم زیاد. بعد اینکه آبرسان رو زدم دیگه وای نمیستم که جذب پوستم بشه، چون امروز یه ذره زیاد عجله دارم. کرم من بعدش میام میزنم به این صورت. چند دقیقه شد؟ فکر کنم بتونم انجامش بدم. خب انجامش دادم. حالا میرم سراغ فرماژه. نه البته اولش برم سراغ این چیزم کوش. خدایا خب بعدش میرم سراغ ابروام. اینم از این. حالا میرم سراغ سراغ خط چشم. وای چقدر بد کشیدم. خیلی بد کشیدم. من سعی میکنم با ریمل اینو چیز کنم، چی میگن بهش، یه جوری پنهونش کنم.
ریملم اینجاست. میدونم خط چشمم خیلی بد شد. خیلی میشه ریملو چیز نکنیم، حساب نکنیم، چون خیلی بیشتر طول میکشه. آقا ریمل رو حساب نمی کنیم. من ریملم رو میزنم بعدش میام، چون ریمل واقعا خیلی مبحثش طولانیه. خب ریملم رو زدم، گفتم که ریمل به حساب نمیاد چون که خیلی مقوله پیچیده ایه. الان باید چیکار کنم؟ الان به نظرم ابروامو درست کنم، یه ذره دومشو میکشم. وای فکر کنم دارم گرم میزنم. آره دارم گرم میزنم. باشه دستان میرزه انقدر که گفتم 10 دقیقه سر 10 دقیقه. چرا اصلا من باید تو 10 دقیقه آرایش کنم؟ و خواستم خودم رو بسنجم ببینم میتونم یا نمیتونم، که انگار دارم میتونم. خب الان کانتور میکنم میذاره. دیگه مثل همیشه چیز نمیکنم، تا اینجا نمیارم فعلا. همینقدر بسه. ببینم واو. خب اینم انجام دادم. نمیدونم از این استفاده کنم برای چیز تینت یا از این یکی تینته. اسنس فکر کنم از این یه ذره بزنم. خوب باشه. جهان از جفتش استفاده میکنم. یه ذرم از این میزنم. شبیه خراب شد. اینجا رو هم بذار قلبش کنم. انگار نه انگار که عجله دارم. خب به نظرم خوبه. حالا یه ذره از پودر فیکس هم میزنم. چقدر عجله دارم من. روش لب نزن. خب چه گندی زدم. بیا نگاه کن تا کجا رفت. وای خدایا. دیدین چی شد؟ دیدین چی کار کردم؟ چجوری تمیز کنم حالا اینجا رو؟ نمیدونم. بیخیال دنیا. تو 10 دقیقه انجامش دادم. فقط تو 10 دقیقه. البته 9 دقیقه و 55 ثانیه شد بخوایم حساب کنیم، ولی حالا همون 10 دقیقه بگیم. توی 10 دقیقه تونستم آماده شم. حالا باید موهامو درست کنم. بعدش بریم سراغ استایل کردن. امروز ببینم که چی بپوشم. فکر کنم همون این مانتو رو بپوشم. آره همون مانتو سورمه‌ای رو بپوشم چون خیلی گرمه. یه کراپتور اینطورا میپوشم. شاید مثلا همین پوشیدم که بهش بیاد اون سرمه‌ای مشکی.
شاید هم آبیه رو پوشیدم، نمیدونم این آبیه. شاید هم برم دوباره نگاه کنم ببینم چیز دیگه چی دارم. و اینکه یه شلوار جینم باهاش فکر کنم اوکی باشه. خب امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. ویدیوی استایل کردن لباسامو میذارم ویدیو بعدی، چون نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه. برای همین چنل منو سابسکرایب کنید اگه دوست داشتید. اگه دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو بذارید، حتما میخونم. حتما ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، چون نمیخواستم این ویدیو طولانی بشه. ویدیوی استایل کردن لباسامو گذاشتم برای ویدیوی بعدی، یعنی یه ویدیو دیگه بعد از این میذارم. حتما اونو نگاه کنین. ویدیوی استایل کردن لباسامه برای دانشگاه. دیگه هیچی دیگه. و تا ویدیوی بعدی و تا ویدیوی بعدی. خدافظ.